با تفصیلات خبر و گزارش‌های مهم تاجیکستان و جهان من شعله گلخوجه شما را آشنا می‌کنم. امروز 17 اپریل است و سرخط موضوعی که در 15 دقیقه دیگر به آنها رو می‌آوریم. نشست وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری‌های اقتصادی امروز در دوشنبه با جلسه شروع شد و با نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای عضو این سازمان ادامه کرد. برخوردها دوام دارند. پلیس ارمنستان 10 نفر مخالفان را که بر ضد سروزیری سرژ سارکسیان در نزد پارلمان سنگر انداخته بودند بازداشت نمود. و کار در روسیه جنازه در ختلان کشتار یک مهاجر جوان تاجیک بر سر 15,000 روبل روسی. برایم 10-15 روبل بسخیگیده او ای قرضدار دارن بچه‌ها. همچنین در برنامه امروز درباره موسم نو مهاجرت به روسیه و خشکسالی در ناحیه وخش گزارش‌ها داریم، ولی از آن آغاز می‌کنیم که امروز پایتخت تاجیکستان میزبان نشست شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری‌های اقتصادی بود. با منظور شرکت در این همایش روز گذشته وزیران کارهای خارجی ایران و افغانستان به دوشنبه آمدند. امالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در حاشیه جلسه با این دو مقام در علیحدگی ملاقات داشت. میرزا نبی خالقزاد تلاش کرد به نشست امروز راه یابد، اما در نهایت بیننده نمایشگاه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی شد. 23مین نشست شورای وزیران خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی یا خود ایکا در شهر دوشنبه در بوستانسرای حکومت تاجیکستان برگزار شد و در اینجا طور اطلاع دادن مسائل همکاری‌های اقتصادی و تجارتی موردی بررسی قرار گرفت که در دایره این سازمان چگونه اون طرح‌هایی که پیشنهاد شدند باید از جانب کشورهای عضو سرمایه‌گذاری شود و این موضوع اصلی این نشست بود. نشست مذکور ساعت 10 صبح به وقت دوشنبه آغاز به کار کرد، اما خبرگزاری‌های خارجی به اینجا راه داده نشدند. چند خبرگزاری‌های رسمی در اینجا شرکت نمودند و تمام. در پایان این نشست نمایشگاه هنرهای مردمی و کشورهای عضو یعنی 10 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی برگزار شد که در اونجا اصلا هنرهای دستی خود را پیشنهاد مردم نمودند و از صبح بر وقت امروز ساکنان شهر دوشنبه اصلا بینندگان این نمایشگاه کشورهای عضو این سازمان بودند. به این نمایشگاه همچنین پس از جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی به نمایشگاه آمدند و از این نمایشگاه با هنرهای کشورهای آذربایجان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان دیدن نمودند. ضمناً در حاشیه این نشست روز 16 اپریل پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه افغانستان و همچنین دبیر کل سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکا را به حضور پذیرفت و در رابطه با همکاری‌های تاجیکستان ایران و تاجیکستان افغانستان عاید به مسائل امنیت، همکاری اقتصادی و تجارتی را بررسی نمودند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. بانک ملی تاجیکستان فهرست افراد علاقه‌مند به تروریسم را اصلاح کرد. روی خط نو آخر هفته گذشته در سامانه همین بانک نشر شد. این هم در حالی است که فهرست قبلی همگی یک ماه پیش از طرف دپارتمنت مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه گردیده بود. قبل از برنامه همکار ما عبدالله شروف میگفت که روی خط نو 2 تقسیم شده است و حالا خودی او از مرکز خبری به ما میپیوندد. عبدالله، لطفاً به ما فهمانید تغییرات نو در فهرست چی معنی دارد؟ شهلا طور هم گفتم روی خط بانک ملی به 2 تقسیم شده است و یکی از این فهرست نام دارد روی خط افرادی که به تروریسم علاقه‌مند هستند و فهرست دیگر روی خط افرادی که به اکستریمیسم متهم هستند. البته این نمود جنایت از هم خیلی فرق دارند و طور ما مشاهده کردیم در روی خط دوم یعنی روی خط افرادی که با اکستریمیسم متهم هستند حالا 122 نفر شامل هستند و به مشاهده میرسد که در این روی خط بیشتر افرادی که خود را ژورنالیست، بلاگر و یا فعالی اجتماعی و یا سیاسی میخوانند شامل شدند. در مورد تقسیم بندی افراد متهم به تروریسم و اکستریمیسم در خط نو معلوم شد، اما در عموم شاید افرادی را از این فهرست بیرون کرده باشند. بله شهرها، فهرست کنونی بانک ملی با آن که همکنون 2 تقسیم شده است از جهت شماره نسبت به فهرست قبلی فرق دارد. در فهرست قبلی که بانک ملی تهیه کرده بود 1372 نفر شهروندان تاجیکستان در مجموع شامل بودند که آنها البته از همه گونه معامله با بانک های تاجیکستان محروم شده بودند. اما فهرستی که حالا هست با آنکه 2 تقسیم شده است از فهرست قبلی 16 نفر کمتر است، یعنی 16 نفر از
این دو فهرست اسمشان پاک کرده شده است. ولی ما از بردن نام اسم این نفران حالا خود داره می‌ورزیم، چون که مطمئن نیستیم که باز شاید اسم این نفران در روی خط‌هایی که آشکار نشده‌اند هست و یا نه، و این به این منظور هست که این افراد دیگر جرمی ندارند و میتوانند با بانک‌های تاجیکستان آزادانه رابطه داشته باشند. باید قید کنند که هفته قبل بخش آزادی بیان سازمان امنیت و همکاری در اروپا با نوشتن یک نامه از مقامات جمهوری تاجیکستان درخواست کرده بود که اسم فعالان سیاسی، بلاگرها و برخی از ژورنالیستان را از این رویخطی به اصطلاح سیاه پاک کند. تشکر عبدالله. اما اگر شما بیننده عزیز میخواهید درباره این رویخط سیاه معلوماتی بیشتر بگیرید، پس به سامانه ما www.azadi.org بروید. اما ما میرویم به ارمنستان. چند روز به این طرف هزارها ساکن ارمنستان در ایران با انتقاد از تغییر کنستیتوسیا در دکبر سال 2015 دست به اعتراض زدند. این اصلاحات قدرت پرزیدنت را ضعیف و صلاحیت نخست وزیر را تقویت میدهد. فعالان مخالفین میگویند این تغییرات مخصوص به خاطر تمدید قدرت سرژ سارکسیان در کرسی رئیسی حکومت وارد شده است. انتخاب نخست وزیر امروز در پارلمان برگزار می شود. در ارمنستان اعتراض ناراضیان پیشبری نامزدی پرزیدنت پیشین سرژ سارکسیان به مقام نخست وزیر کشور ادامه دارد. صرف نظر از بازداشت شریکان خود، تظاهرگران از عملهای اعتراضی دست نکشیدند. روز سه شنبه پلیس دست کم 30 نفر را بازداشت کرد. تشکیل کننده اعتراض رهبر حزب سازش شهروندی نیکول پاشینیان از آغاز نافرمانی کامل خبر داد و طلب کتبی رهبری پلیس برای ختم تظاهرات را پاره کرد. پاشینیان و طرفدارانش در کوچه های مرکزی یریون حرکت دارند و راه نقلیات را مسدود می کنند. صبح امروز او به بستن تمام جاده های دعوت کرد که به سوی پارلمان می برند. قرار است امروز نمایندگان مردمی ارمنستان نامزدی نخست وزیر را بررسی کنند. روز گذشته حزب حاکم جمهوری خواه و دشن اکسیتون از پیشبری نامزدی سارکسیان به مقام نخست وزیر یک دلانه پشتیبانی کردند. اشتراکداران نمایش های اعتراضی سارکسیان را به تصرف قدرت در کشور متهم می کنند. سارکسیان از سال 2007 تا سال 2008 نخست وزیر و از سال 2008 تا 2018 پرزیدنت ارمنستان بود. بعد اصلاحات قانون اساسی ارمنستان به ساخت اداره پارلمانی می گذرد. اداره دولت اکنون با نخست وزیر خواهد بود. برمیگردیم به تاجیکستان، دقیق‌ترش به جنوب کشور که در آنجا خانواده یک مهاجر تاجیک ماتم دارد. شب دیروز جسد سیاد سفرخوجایف را که سال پیش به روسیه رفته بود به پیوندانش سپاریدند. به نقل شاهدان کشتار این جوان در پی بحث $250 قرضی صورت گرفته است. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر. جسد یک مهاجر تاجیک را که در مناقشه گروهی در شهر یکاترینبورگ روسیه با ضرب چند کار جان داده بود، 17 اپریل در زادگاهش دفن کردند. ایو دادرش بود کاسه در ماشین شدن برفتن 1 کیلومتر روز رفتن گاب دادن. همین حالت گاب زنیده و پس اومدن و می‌فرمان کوشنات زدن سر کردن. سیاد سفرخوجایف 26 ساله ساکن ناحیه کوشانیان روز 14 اپریل در پی یک مناقشه کشته شد. بحث او با گروه دیگری مهاجران تاجیک بر سر مبلغ قرض صورت گرفته است. جارو را برای 10-15 دلار بسخیده. او ای قرض دارن بچو. حکمت الله سفرخوجایف پسرعمک سیاد که تابوت را از روسیه به تاجیکستان آورده است با تکیه به گفته پلیس روسیه که تفتیش حادثه را بر دوش دارند گفت قاتلان در پیگرد پلیس قرار دارند ولی هنوز بازداشت نشده‌اند. همش تاجیک بودن، یگان اورجارولا نیست، همش تاجیک است. حکمت الله سفرخوجایف گفت زخم کار در پایهایش بیشتر به نظر می رسید. از این رو او تخمین میزند که با احتمال زیاد سیاد از خونروی زیاد فوتیده است. آنی پوشیده بسوزدگیان، آنی پوشیده پوی روز شده بسوزدگیان. دا پوش بسوزدگی. بعد در دیلش اینجاست. نه این پوی زدگیان، این سوزدگی نیست. اما سالا نزدیک 1000 نفر از مهاجران تاجیک در روسیه به علتهای مختلف و مثل فلاکت در جای کار، مریضی، صدمه‌های نقلیاتی و قسمی به مثل سیاد با مرگ اجباری هلاک می‌شوند. اما با این هم هر بار با شروع گرمی هزارها نفر دیگر رخت سفر به این کشور غربت می‌بندند. ولی به فرق از بهار گذشته در موسم امسال بلیط فروشی‌ها به سمت روسیه مشتری کمتر دارند. زرانگیز نوروزشاه را می‌شنویم. سمه روزهای نزدیک رخت سفر می‌بندد.
تا آماده شدن شناسنامه خارجیش چند روز دیگر ماند. برای سردی زمستانی اون طرف کروچی ما کمترک بزرگ خرید اومده. باید چیزای گرم جدا چکنیم که مقصد سخن کنیم جدا تو کار میکنیم که خیلی وقت میگذره. باید داشتم در کل زمستان. سمیع توکلی به مهاجرت می رود. تجارت خردی او در دوشنبه ثمره نداد و تصمیم گرفت این موسم برای بار اول به مهاجرت رود. وطن دور بدن خیلی تنیای بسیار دوره و جدا چی گپ میشود چی گپ نمیشود هیچ کس نمیدونه ایشه. نه که با زندگی به هر حال مجبور میکنه آدم. اویلای ما در یا مادری مثال کسالی بیمار دارم برای وای کار کرده کلین آوردن در کار زندگی را پیش بردن در. آغاز بهار برای هزاران نفر در تاجیکستان معنای آغاز موسم مهاجرت به روسیه است. این بهار وضع تغییر یافت. به فرق سالهای قبلی چیپتا فروشی ها در تاجیکستان پرآدم نیست. در مقایسه با سالهای گذشته طلبات به چیپتا کم شده است. این البته به جام جهانی فوتبال ربط دارد. در این شب و روز شهروندان ما را می‌باید که دوام یک شبانه روز خود را به قید گیرند. طبیعی است که اکثر آنها نمی‌توانند و در نتیجه بر روی خط سیاه می‌افتند یا اخراج می‌شوند. از این خاطر مردم ما توکل نمی‌کنند. در 11 شهری روسیه که امسال میزبان جام جهانی فوتبال 2018 خواهند بود، از حالا از جلب مهاجران تاجیک به کار خودداری می‌کنند. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان رسما از شهروندان کشور خواسته است که از 25 می تا 25 ایول امسال از سفر به 11 شهر و ولایت روسیه موقتا خودداری کنند. در همین برابر آغاز خشک بهار کشاورزان ولایت ختلان را نگران کرده است و آنها نمیدانند که امسال سرنوشت گندم و چوروایشان چی می شود. چند از این ساکنان منطقه در صحبت با همکاران ما گفتند چنین احوال را آنها 10 ساله ها نداشتند. طاهر سفر در این باره میگوید. سفر محمد نظرов از زمانی که خود را میشناسد هیچگاه در فصل بهار چنین منظره حزن‌انگیز را در زادگاهش ناحیه وخش ندیده بود. 65 سال حیاتم دارم تومچی زندگی که خیلی خشکسالی را وفشیم دیدگی نبودیم. هر سال بارش میشید، گنده میشید، جو میشید، زغیر میشید، همه چی میشید فراوان بود. این سال هم خیلی خشکسالی اومده. یگان معده مثال بگیریم نیست در زمین همه قاق شده رفتگیه. تاج ماه غفاروی 76 ساله هر روز از کلبه فقیرانش بیرون می آید و دعا می کند باران ببارد و دشت سوخته آنها را جان بدهد. با حسرت سالهای پیشینه را به یاد می آورد. روزای خوب بود. این سال خشکسالی اومد نشید، نه غله نه دونه نه آب نه هیچی اول بین من دستور چیکار کنیم بچم. حالا غمی چاروای خانه را می خورد که غذایشان به قریبی تمام می شود. چه منال گواره ببینید اینم خیلی اسکلچ دیگه قاقی چوان ولی که مگفتم تایی که برای کار نیادونم جو میپروشید چون میکنیم بچم که چی میتونیم بودن بوله خیلی. مردم دهه تامچی یا آبی باران یا آبی خریده میخورند. خشکسالی خرج آنها را زیادتر کرده است. امیدوارند مقامات در این سال به قول خودشان قحطی به آنها کمک میرسانند. زمینا ما نگاندم کردیم نشید بچم قحطی شده به بارانگری ای به مثال بگیریم قاقی اومد مثال آخه بچم خیلی کنیم نمیدن یگان یاردم بشه آمادمک زور آمده من یاد مال داشتیم اینو مجبوریم بفروشیم این مال هم بفروشیم همین چند قم میخریم یه هفته میخریم. اما معلوم نیست که کشاورزان دهه تامچی کمک خواهند گرفت یا نه. در اینجا تقریبا 80 عائله زندگی میکنند و زیان اقتصادی فقط به اهالی همین دهه خرد از صدها هزار سامانی گذشته است. 280 هکتار زمین کورم 1000 سوم هکتارش در صرف شده باشد. همین حساب کنیم قریب 250 300 هزار ضرر دیدگیم آبشی تا احوالی خوجگی را. ختلان با اهالی بیش از 3 میلیون نفری بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان است که هر سال از آن به بازارها 10,000 تن محصولات کشاورزی وارد میشوند. امیدواریم به هر حال در روزهای باقی مانده بهار باران میبارد و زمینها شاداب میشوند. برنامه را برای امروز انجام میدیم. فراموش نکنید فردا ما شما را در همین استودیو انتظاریم. خدا نگهدارت.